زنگ در رو کی زیر کرد؟ کی بوده است زینو؟ نمیدونم. کسی زنگ زد و گریخت. در اینجا خدچه گذاشته است. زهرا بیمار شده است. بیچاره حامله است. من باید زود روم. من هم میروم. رفتیم. بخیر باشد الهی. ای خدا، همینش نمیرسید. رفته به تلفن جواب ده. کسی باشد بگی که بعد نیم ساعت شد. رفته جواب میده. من باش خوب. مردنی زینب را شنیده چطور خرسند شدم. برای مرگ یک انسان نباید خرسند شد. خدایا مرا ببخش. طاهر رو به نهایت دوست می‌دارم. تو رو چقدر دوست می‌دارم طاهر. چقدر برایت عشق ریزاندم. تو کی بودنم را ندانستی. مرا نشناختی. مرا دوست نداشتی. اما من تو رو با تمام وجودم دوست داشتم. و بعد از تو دیگر همه می‌دونست. و عشقم تنهای یار شد. در آتش عشقت مثل شمع سوخته آب شدم. بس اکنون باید خودم رو به دست گیرم. طاهر رو فراموش کنم. قشما چی شد اما؟ گریه کرده؟ هیچ. کمی غمگینم باشم. چی شد؟ به همون در آمد؟ با او چی شد؟ چرا گیره میکند؟ شاید با نامزدش جنجال کرده باشد. با فکرم همین خیلی. چند بار گفتم کار نکن، در خانه استراحت کن. چی کار کنم اپای گنول؟ حیات خود و کودک رو زیر خطر میگذاری زهرا. به حالت نگر، تو رو لگت کوب کردند. اعضای بدن زخمدار شده است. زهرا خواهرم، مرا چون اپر میدونی، همین طور نه؟ من از شما بدی ندیدم. دایم به من دست یاری دراز میکردید. گوش کن، تو مجبور نیستی که به این ظلم و ستم دقت کنی. با پلیس خبر کن، از اون خلاف خبر شد. با این حال چطور تو رو به کار میفرستد؟ نمیتوانی، یعنی میترسی. شد، گریه نکن. من رفته برای دارو میارم. تو باشی از خانه نبر اومدم، من منتظر شم. ماینا شپا. مگر من به تو نگفته بودم که پایت را به خانه من نگذار؟ سلامتی زهرا خوب نیست، برای کمکش اومدم. تو را فریب میدهی، ما را از هم جدا کردن میخواهی. زنی بیشرم. همین را از خاطرت نبرار که زهرا از من جدا نمیشود. رم از اینجا. چرا شما رو جدا میکردن؟ اگر با او آدم بر این معامله کنی به شما کاردار نمیشوم. این طور نکن. اقلا به کودکی در بطنش بوده رحم کن. گناه است. از خدا ترس آخر. دفع شو از خانم. دیگر تو را در اینجا نبینم. دفع شو. همشیره در خانمان چیکار میکند؟ چرا او رو جه زدی؟
تو چی به سرمان بلا آوردن میخواهی؟ مبادا دختر رو دیده باشد یا اینکه از فروش مواد مخدر با خبر شده باشد. احوالم بد شد جعفر. من نگفته بودم که دیگر کارش را به خانه من نگذارد. من همشیره جغ زدم. چی؟ تو به بیرون برآمدی؟ شما اخلاقتان را خورده اید. چرا به بیرون برآمدی؟ تو چی سرم را به بالا گرفتار کردن میخواهی؟ تو اول غمی همسرت رو خورد او رو زدن قریب بود که میکشتند. کی این کار رو کرد؟ آنها رو نمیشناسم جعفر. 2 نفر بودند. پول مال ها رو دزدیده گریختند. این چی کاری کرده گرد بود؟ نخود پول مال رو گم کرده بودی؟ تو چگونه آدمی تشکیلاتی ها؟ چرا همه کارو به دوش زنت میگذاری؟ همسرت رو زدن میگویند تو باشی در فکری پول مالی. پول مالی تشکیلات از دست رفت. تشکیلات من رو زنده نمیگذارد، من رو به قتل میرساند. حیاتم رو سوزاندی زهرا. تو مگر انصاف نداری؟ زنت حامله دارد. یک طرفیت به من کاردار نشو. نرس گفتم وگرنه میپرونم. تمام مجده، آرام شو، کاری شدگی شد. میدونم زیخ هستی دیلا دختره، برای بابایت ما نزیخیم، اما نصیب و تقدیر بوده است. با دادرت تنها مانده، در دیه تنها زندگی کردن دشوار است. راضی باشی تو را با یک جوانی مومن مسلمان خانه دار کنیم. شما چی ها میگویید ینگه؟ حاجی شکر تو را برای فرزندشون خواستگاری کردن میخواهند. میگویند که بابا ابراهیم هم به این راضی بودند. اگر دخترم دیلا نیز راضی شود هر دو را با هم خانه دار میکنیم. او حق است. عمر هم بی صاحب نمیماند دخترم. اگر قبول کنی هممون خرسند میشویم. من خانه دار شدن نمیخوام ینگه. تو جسدی بابایم رو به چشمانم نبینم او رو مرده حساب نمیکنم. من بی صاحب نیستم، زیرا روزی برادرم یولماز برمیگردند. در نبودن بابایم یولماز مرد خانه حساب می شود. تا اومدن او خانه دار نمی شوم. آقای شکر رو حرمت می کنم، اما گویید از من نرنجم. من ازدواج نمی کنم. من گپم رو گفتم، دیگر مجبورم نکنید. بیلا دخترم باز یک بار دیگر فکر کن. جای فکر کردن نیست، قرارم قطعی است. خودت میدانی دخترم. خدا نگهبان. تشکر ینگه گلی. خیر. خدایا لباس های بابایم. بابا جانم. بابایت ابراهیم از طرف خائنان به قتل رسانده شده است. خائنان جزایشان را خواهند دید. آسوده باش. آنها با ما امانتند. شما هیچ خواطر نشید. البته. سلامت باش رافی. تا وقت شما اینجا اصلا خواطر نمیشم. خیر در پناه. سفرتون به خطر بالا. خوش باشید. خوش باشید.
اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اکنون جسد تو رو هم مثل جسد بابا ابراهیم کسی نمی آورد. نهال با تو چی شده است؟ چرا از حجرت نمی برایی؟ همسر توهیل به خلیبی وفات میکرد است اپا. تو برای همین گریه میکنی؟ اپا بیمار بودنی او را میدانید و باز او را از توهیل جدا میکنید. هم مادرم و هم من رو با این کار همراه نکنید. از آن دختر به ما چی فایده؟ طاهر پسر من است، باید همراه من باشد. همراه شما؟ چرا همراه شما؟ اپا شما مادری اون نیستید. تا امروز تایی را فریب دادید اپا، حیاتش را سوزاندید. اگر این طور نمیکردید شاید همه چیز رنگ دیگر میگرفت. تو چی گفتن میخواهی؟ با این کارتون به توهیل ضرری کلان میرسونید. اکنون وقتی اون رسیده است که توهیل حقیقت را فهمیده حیاتش را خودش انتخاب کند. تو چی ها میگویی؟ حاضر رفته حقیقت را به توهیل میگویم. نه نمیگویی. شما چی کار میکنید؟ نه نباید این کار را کنی. نه در کشوید نمیمانم میگویم نمیمانم و هیچ کجا نمیروی. چی شد؟ هیچ چیز پسرم. مادر آوازتان بلند برآمد. شما چی جمع میکردید؟ نهال چی است؟ توهیل بیا کمی سیر کنیم. میلش رفتیم. مادر بابا جان چطور دلشان شد که شما را کشند؟ حتی قبرم ندارید بابا جان. جنازه همه را میخونده اما جنازه شما را کسی خونده نتوانید. بابا جان بابا جانکم کدام ظالم این را به شما رواندید؟ بابا جان اپا اپا شما در اینجا چی کار میکنه؟ دیگر بابایمون رو نمیبینیم اومد. بابایمون ما رو ترک کرده است. حتی قبرشون رو نمیدونیم. اپا شما چی ها میگوید؟ بابایم نموندن، حالا بر میگردن، میبینید انشالله بر میگردن. عمر بابایمون دیگر بر نمیگردد. ما او رو دیگر هیچگاه نمیبینیم. خداوند او رو به نزد خود برد عمر. همینطور خاموش نیستی خاله؟ چرا با مادرم جنگ کردید؟ در بینتون یگان نافهمی هست. فهماندنش دشوار است تویل. غمگین می نمایی. مادرم تو رو رنجاندم. کنی گپ زن از من پنهان نکن.
ما برای تو جنگ کردیم. چرا برای من جنگ کردی؟ اکنون وقتی حقیقت رو دانستن رسید. گوش کن طاهیر، از کجا سر کردنم رو نمیدونم. میدونم که زیخ میشوی، اما اپا هم زنگ میزند. نیهال، با مادرم بد گپ میزنی. اول سبب جنگتان رو با من بگوی. باید جواب دیم طاهیر. گوش میکنم اپا. چی ها میگوید؟ در کدام بیمار خونه اید؟ مایلش حاضر میآیم اپا جان. چی شد؟ چی واقعه؟ حالی مادرم بد شده است طاهیر. رو به بیمار خونه بردن. باید زود رویم. رفتیم زودتر. آهسته آهسته. آب دهید. بیا او رو زودتر به بیمارخانه بریم. چطور برم؟ حتی 2 تنگ هم ندارم. باید یک رفیقم پول بیارد. او رو انتظارم. این طرف باشد زودتر رفته گیر. احوال زهرا خوب نیست. مایلش. در کجایید؟ شما چی کار کردید؟ نه، بار در دستتون ایستد. در خانه موندن خطرناک است. من خودم پولها را میگیرم. زود به باغ نزدیک خانه بیایید. رفیقم پول میآورد. من زود میآیم. شما از خانه نبرایید. دیوانه شدید. زهرا را با چه حال آوردید؟ مگر من به شما همین طور کنید گفته بودم؟ یه جنجال نکن. خواستیم با حقیقت مانع شود. واضح حقیقتتان را به شما نشان میدهم. پوشت را به سرت گیر. این کار شوخی نیست. پول تشکیلات را دزدیدیم. اگر فهمند همه ما را آتش میزنند. فهمیدی؟ سودکران واهمه نکن. غیر از خودمان کسی دیگری نمیداند. در بینمان میماند. فهما؟ به این هم بار آخر است. تنی پولها را به من ده. سرش دام گذاشته است. بی ناموس. بارها رو فروشیم جعفر؟ نه، پنهان کنید. کمی بعدتر بعد میفروشید. پولی تشکیلات رو برای خودش دزدیده است. خائنی نابکار. زودتر میهون. دیدی گلشن بیبیت رو زد کردی بیمار شد. چرا منو گناهگار میکنید؟ به همش امینی حالم گناهگار. به من نگر گلشن، اگر در باره اون مکتوب بقای طاهر یا به یگان کسی دیگر یگان چیز گویی تو رو به نزد مادرم درت میفرستم. دانستمان شد نمیگویم. خدایا توبه. یا من بقای طاهر عاشق شده باشم. به من وعده ده. قسم خور. اما من رو به حالم گذاره وگرنه به پدرم میگویم. اپا و مادرم چی شد؟ نمیدونم. به شیبه احیا برده. سکته دل شده است. حاضر من رفته از احوالشان با خبر میشم. من دکترم. ممکن است به نزد بیمار درایم. کنی با من بیا. تو برای چی میایی؟ رو گوش کنی حال. تو چی کار کردن میخواهی؟ خواطر نشدید. با تو حقیقت رو نگفتم اپا. این سیر بینمون میموند. کار خوب کردی نهال. لیکن سری خودت رو به طاهر گفتی یا نه؟ کدام سیر رو اپا؟ به طاهر عاشق شدنت رو میگویم. من شما رو نمیفهمم.
مکتوب های به توحید نوشته را در نظر دارم. مکتوب؟ چرا این کار را کردی نهال؟ ها؟ تو چه حق داشتی که به او عاشق شوی؟ آخر تو رو خالش میداند. من پول آوردم زهرا، خیز تو رو با بیمارخانه میبرم. در کوه بیدی گفتن این شخصی بود. جانشینی دستی راست سینام. یک روز معلوم گشت که بیدی پولهای تشکیلات را می‌دزدیده است. آن خائن را چنان عذاب شکنجه دادند که صدایش تمام کوه را فرا گرفت. مرگ برایش راهی نجات شد. کاری من با بیدی چی؟ چرا این را با من نقل میکنی؟ نقل میکنم زیرا خائن بودنت را میدونم. کسانی که به زهرا هجوم کردند رفیقان خودت بودند. تو باری تشکیلات را دزدیدی. چرا با من این طرف کردی جعفر؟ تو دل داری؟ آخه من همسری تو میشوم جعفر. تو من را تعقیب نمودی؟ خیانتکاریت را با چشمانی خودم دیدم. کنی گپ زن؟ اکنون چی کار میکنی؟ جعفر اگر تشکیلات از کارت با خبر شود تو رو پوست میکند. خواهرم مژده از برای خدا به هیچ کس نگوی. من غیر از جعفر دیگر هیچ کس ندارم. البته برای شما همه چیز آسان است. باید چیکار میکردم؟ برای راحتی جانم نکردم. در این شهر کلان ناچار مانده اسیری تشکیلات شدم. لیکن تشکیلات به وعده‌اش وفا نکرد. مرا به هر گونه جنایت همراه کرد. جعفری پیشینه نیست. این شما او را خائن و ظالم کردید. مژده خواهرم التجا میکنم به کسی نگو. پولها رو هم گرفته بر. فقط در این باره به یگان کس نگوی. مایلش زهرا گریه نکن. به هیچ کس نمیگویم. چی گپ است؟ به پلیس خبر دادند؟ آنها آنها در همین خانه. پلیس به همین جا میآید. چی گفتی؟ پلیس؟ سبیل ماند. من اکنون چیکار بکنم؟ با تشکیلات چی بگویم؟ دارو با شما گفتم بودم که به بیرون نبرو. اکنون چیکار میکنیم؟ خدایا مرا دستگیر میکنم. زودتر گریز، از در خفا برو. من یگان جای رفتن ندارم. مژده این که ما زودتر گریز. اگر تو رو دستگیر کنند سرمون با بالم میماند. رو زودتر. چقدر نتوانی از اینجا دورتر رو. جعفر الکی؟ منم آقای محمود. از شما شکایت کردم. تو یا همسر حاملتان را میزده؟ من نیکو. با خدا که دروغ است. خدایا توبه. این زن مرا تهمت کرده است. او دروغ میگوید. از زنش پرسید. همسرتان کجا؟ در خانه است. او را دیدم ممکن؟ مایلش جناب. مرحمت دارید از خودش پرسید. زیلو تو هم بیا. مایلش. گلشن مادرم در کجاست؟ انا در آنجا مثل هر وقت جنجال میکنن. چرا جنگ میکنن؟ اما اینی حالم گناهکار. یعنی چی خیلی؟ آخر اما اینی حالم سبب بیمار شدنی بیم شد. اما روبیان باشند از هر بزرگ سرزنش میکنند. خلا اینی حال؟ بله خلا اینی حالتون. لیکن نمیدونم برای چی من رو گناهکار میکنند. تو با اکای توی درباره چی گپ میزنی؟ اکنون گپ زدن هم ممکن نبود است. گلشن هرچی خواهد کردن گیرید. بیزار شدم. مادر مگر سببی به این حال گرفتار شدنی بیبیم نیحال است؟ این گپ رو از کجا برآوردی توهی؟ مادر بگوید این گپ راست است یا نه؟ مادر گپ زنید. نیحال چیکار کرد؟
هیچ کار نکرده است طاهر. تو به گلشن باور نکن. او حالا خورده است، هر چی گفتن میگیرد. در اینجا چی گپی هست؟ چرا با نهال جنجال کرده؟ نهال مادرم را زیق کرد در مسئله خانواده و شویش. بله تو این گپ ها را مون در باره بیبیت یگان چیز فهمیدی؟ به اون چی شده؟ فهمیدم مادر. بیبی هم سکته دل را از سر گذرانده. باید او را احتیاط کنیم. واریدامونش رو برداشت کرده نمیتواند. نهال بگویید خانم، بار دیگر میپرسم، شوهرتان شما رو میزند؟ نه، شوهرم رو نمیزند. معلوم است که میزند. بینید بیچاره به چی حال افتاده است. گپ زن زهرا، گپ زن، نترس، گپ زن. آخر او چی را به شما گوید؟ نخست در نزد در افتید، یعنی یگان شکایت ندارید؟ نه، شکایت ندارم. این طور باشد ما کاری کرده نمیتوانیم. رفتیم. ببخشید که شما رو بیهوده تشویش دادیم. نمیفهمم چرا اون رو حمایه میکنی؟ مرا هم فهمیده په. این کاری آسان نیست. او رو جزا دادن نمیخواهم. چی کار کنم؟ دیگر علاجی ندارم. ناعلاجی مشکل است دخترم. بیا روز به بیمارخانه میرویم. دیگر شوهرت رو گوش نمیکنم. با قدری زند بیر از جعفر. اگر گپ میزد کسی رهایت نمیکرد. زود ماشین بیار، او رو میبریم. خوب میلش. تشکر اپایگونو. خدا از شما راضی باشد. اگر شما نمی بودید نمیدانم چی کار میکردم. زهرا و تو چی گویم آخر؟ انا ماشین هم آمد زهرا. کنی خیز میرویم. کنی آهسته. آفرین. برفی آهسته. این برفین است. با خدا که برفینم است. این شناسنامه برفین در اینجا چیکار میکنه؟ نه، با شما خطا کردید. نامش مژده است. مهمانی ما بود. با فکرم هنگامی برآمدنش افتانیده. گناه. برفینم را یافتیم. تو چی ها میگویی زیاد؟ آخر اینجا خطیچه نوشته شده است. خطیچه نوشته شده است. اما این رسمی برفین است گنول. دخترم از برای خدا راستش رو گوی. این دختری من نامش برفین است. نخود. به خدا اپا نامش رو مژده گفته بود. گوش کن دخترم، برفینم در خطر است. هم خودش هلاک می شود، دیگران را هم می کشد. ایکش جا می کنم. گپ زن، به کجا رفت؟ در شهر کسی ندارد گفته او رو به خانه راه دادیم. اما پلیس را دیده گریخته رفت. آه برفین، آه باز به کجا رفتی؟ او را ندیدی؟ نه دختری من از نامش برفین. نمیشناسم. برفین
در کجایی دخترم؟ برفین در کجایی؟ دخترم جانکم در کجایی؟ دیگر کسی رو نمیشناسم در شهر. باید او رو یابم. دیگر چاره‌ای ندارم. فروشنده. اون فروشنده به من کمک میکنه. سیرم پر شد. اگر توحید فهمیده باشد من دیگر چطور برای نگاه میکنم؟ لابا اکرم اومدنت شرط نیست. چرا فهمیدن نمیخوای؟ آخر اومدنت شرط نیست گفتم. التماس اکرم یک رای نکن. من رو به حالم گذار. من تنها بودن میخواهم. چرا خالای من اینقدر زیخ است؟ توحید؟ اگر برای بیبیم زیخ شده باشی دکتر گفت که حالش خوب است. امروز جواب میدیم. خدا را شکر. از رفتارت معلوم است که چه مشکلی داری. اهمیت نده. همش میگذرد. ببخشید ناراحت کردم. خانم زیلال. خاله زیلال. خدا شفا دهد زینب. تشکر خاله زیلال. خانم زیلال شما در اینجا چیکار میکنید؟ من برفینم را دخترم را میجویم آقای قمی. شما در دهه ما همشیره نبودید؟ بله همشیره بودم. همشیره. خدا شفا دهد. شفای کامل. تشکر خانم زیلال. سلامت باشید. خونی رو بینیده همشیره ما آمده در شهر در یک بیمارخانه کلان کار میکند. به من طاهر لازم. به او کاری مهمی دارم. بیبی طاهر سکته دل شده است. نخود. شاید در شعبه احیا باشد. بله در همون جایند. تشکر. خدا شفا دهد زینب. تشکر خانم. من شما را نمیفهمم. همیشه جنجال میکنید. با شما چی شده است؟ سبب چیست؟ مهم نیست طاهر. گوش کنی حال. بیبیم از نمی مرگ برگشت. موضوع خیلی مهم بود است که قریب به قیمت جان بیبیم برابر میشد. نمیخواهم که شما پیوسته جنجال کنید. شاید راه حل این مسئله را هم راه یابید. نه گفتم که مهم نیست. خودمون حل میکنیم. خیر میل از خودت میدونی. تنها میخواستم که با تو کمک کنم. طاهر بخیر است خاله زیلال. شنیدم که خانم مقبوله بیمار شده است راست؟ بله خاله زیلال. لیکن احوالش خوب است. شما خواطر نشوید. خوب. خدا شفا دهد نهاد. تشکر خاله زیلال. پسرم به این نگر. آخر این برفین است. بله برفین است. دختر در اینجا چی میکوبی؟ کنی با درون درام. قرار در کجاست؟ نزدش رفتن میخواهم. آنجا را تر کردم.
پلیس از پیمان شده است. همه به هر طرف گریختند. با اون خونه برگشتن نمیتوانم چون که پلیس با خبر شد. دیگر علاجی ندارم. اگر مجبور نمیشدم او رو نمیگفتم. التماس با او گوید آمده مرا برای. این حال پلیس ما رو میکوبد. تلفن ها رو گوش میکنن. هوا که تاریک شد تو رو به نزدشو میبرم. تو در همین جا پنهان شو. بگاه میرویم. فهما؟ پلیس زمین دستانش را ببست. شما چیکار کرده ایستادید؟ چی کار داخل؟ من گناهی ندارم. بره دورا خاموشی. از من چی میخواید داخل؟ میگویم که من گناه ندارم. نخواست شما منو نفهمید. ایسته داخل. آخه من میگویم که گناه ندارم. بله شما را گوش میکنم آقای طاهری. ما سراغای برفین را یافتیم آقای کمیسر. شما حالا در کجایی؟ حالا من در یک عملیاتم. کارم را به آخر رسانده میآیم. کیست در آنجا؟ مرا به جایی که شناسنامه را یافتید برده میتوانید خانم؟ البته میتوانم. اما دخترم گریخته است. آنها در کجا بودنی برفینم را نمیدانند. از روی آن که به آدمان تشکیلات جای خواب میدهند آنها هم به تشکیلات همکاری دارند. باید جای برفین را دانند. زهرا حامله دار است. دختری خوب است. او را تشویش ندهیم میگویم. خانه زیلو شما بهترش فکر دخترتان را کنید. زیغ نشو زیلو. به زهرا ضرری نمیرسد. همه‌اش گناه شوهرش است. با این رو زهرا هم از او خلاص میشود. من به شما سراغ رو میدیم. طاهر پسرم تو هم میایی؟ نه من باید در اینجا مانم خانه زیلو. شما روید. وقت را از دست ندهیم خانم. زود باید رویم. تا بازدید. تا باز. خیر من رفتم. مرحمت خانم. خانم مقبوله رو از شوبه احیو میبرورند. مایلش میرویم. بیاید بچه ها کنی زود باشید. نیهال اکرم تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو رو میجستم نیهال. با تو چی شده است نیهال؟ برای مادرم زیغ شدم. با تو گفتم که میخواهم تنها مانم. باز چرا آمدی؟ چی برای آمدنم باید اجازت میگرفتم؟ تو نامزدم هستی. با تو خوردنم یک چیزی مقرری است نیهال. گوش کن اکرم. این را به تو بر وقت گفتن میخواستم میفهمی؟ اما نصیب همین روز بوده است. من حق ندارم که تو را فریب دهم. اکرم من خطا کردم. ما با هم موافق نیستیم اکرم.
ما باید جدا شویم. تو با من چون رفتار کرده نمیتوانی. ما هیچگاه جدا نمیشویم. مرا فهمیدی؟ تو هر چیزی که نگویی ما جدا نمیشویم. منم تو رو میجوستم نیها. بیبیم رو جواب میدیم. خیلی خوب. تو چی گریه کردی؟ نه توهیل نه. این جوان کیست؟ نام زدم بود. اینش باز کیست؟ نمیدونم چی مقصد داری اما از من به این زودی خلاص نمیشوی نیهال. حالا تو مرا خوب نمیشناسی. نیهال بیبیم رو از شوبه یحیی برآوردم. بعد یک چند وقت به خانه می رویم. آروم شوید مادر جان. التماس آروم شوید. خودتون رو عذاب ندهید. به خانه می رویم پسرم؟ نه مادر، حالا نمی رویم. نیهال بیا درو. خدا شفا دهد مادر جان. تشکر. من رفته از دکتر روی خطی داروها رو میگیرم. از این پس من تو بر این دختر ندارم. مادر جان آروم شوی. آخر به شما عصبی شدن ممکن نیست. کدام عقلت به او مکتوبی آشکانه نوشتی نیهال؟ حیفی تو بر این فرزند. مادر جان اجازه دید همش رو فهمیدم. چرا بفهمونی؟ چرا؟ مکتوبی ننگاورت را خواندم. مادر جان از برای خدا داد نزنید. یکون کس میشنود. مادر جان بس کنید آخر یکون کس میشنود. چی شد؟ چی واقعا خوب هستی؟ نه هیچ چیز نشده از پسرم. خوبم. آوازتون رو شنیده خواطر شدم. این از آنی من است. خیر من به خونه میروم. بیبی چی شده است؟ چرا اینقدر جنجال میکنید؟ چیزی مهمی نیست. در هر اویله خیتسا میشوند. پس چرا شما از من پنهان میکنید؟ مسئله بین زن هاست. تو اهمیت نده پسرم. لیکن مکتوبی ننگواری گفته هاتون چیست؟ چه مکتوب؟ من مکتوبی ننگوار گفتنی بیبیم رو شنیدم. نه پسرم تو خطا شنیدی. باور کن خطا شنیدی تایر. با فکرم من حالا پیر نشدم که خطا شنوم. مکتوب آمده است. مکتوب اما کیروفه مکتوب آمده. اما کیروفه بیا مکتوب از کی آمده است علی؟ نامش رو ننوشته است. با فکرم از پدرت است. شاید اپم باشد. بیا کنی خونم. بیا ای را ف با پو این چه خیلی حسنی خط. من خودت گرفته خواند. آقای را ف با پول احتیاج دارم. کارم چی؟ احوالم خیلی وزنین است. از این بدتر شود. با من کم پول فریست. چه؟ اگر نفرستی به ده برگشته همش را به حمید میگویم. نهاد گفتی؟ بله اما مکتوب رو نهاد نوشته است. شاید خطا خوندی.
کنی یک بار دیگر خوان با خدا درست خوانم آمک. نهاد ها؟ ای خدایا توبه نهاده ای نامد درگور نهاد. دیلو قربانت شوم. بس کن دخترم دیگر گریه نکن. خودت رو عذاب نده دخترم. بله دیلو ینگه گلی راست میگوین. رز رشته با خود بیو. خدا جایشان رو جنت گرداند. بابا انسانی خوب بودند. خیر نصیبشان همین بوده است. همین دارنه ینگه. دیلو او بس از گریه نکن. چطور گریه نکنم قیزبان؟ اقلا جسدشان رو میفته، جنازهشان رو میخوندن. خدای خودم به ما کمک کن. قیزبان خاموش دخترم، من او رو آرام میکنم. دخترم کی میداند شاید بابایت نمرده باشد. آخر جسدش رو نیفتند، کشتنش رو کسی ندیده است نمیداند. بله راست، با خدا ینگم راست میگویند. اگر مرده باشند جسدشون کجاست؟ بیا دخترم خیز، دست روی ادروش با خودت بیا رفتیم. خیز آرام شو. بیا بیچاره دختر، خدا کمکش کند. آخر از دستمون چی میوید؟ کنی با بیرون برایت. چی شد رافی؟ چی میپرسی؟ گفتم را اجرا کن و بیرون برا گفتم. بخیر است آقای رافی؟ و شما چی شد؟ یا اینکه بیمار شدید؟ چی خیل بیمار؟ تو با من چی خیل گم میزنی؟ کنی با بیرون برا. مایلش برامدم. بخیر است امکی رافی. یکم واقعه شده است یا بیمار شدید؟ نه شکر خوبم. کنی همین را تو با من خوان. دخترم کنی گوی در این مکتوب چی نوشته شده است؟ مرحمت آقای رافی. پول میخواهد. اگر پول روان نکنید آمده به امک حامد همش رو میگوید. مکتوب رو نهاد نوشته است. یعنی که درست است. این نهاد کیست امک رافی؟ سالهای پیش در ده ما زندگی میکرد. دیلا دخترم، درباره این مکتوب با کسی نگوی. مایلش آقای رافی. آقای رافی، منم شما رو میجستم. مکتوب آمده بود، گرفتید؟ گرفتم. گرفتید؟ کی نوشته است؟ کارچی از یک شناسی دیرینم. از کی گرفتی؟ مرحمت آقای شهباز. تشکر دیلا. زیغ نشو دخترم، زیغ نشو. دیگه از دکتر یگون خبر هست؟ نه آقای شهباز. توبه، انا دیدی نامزدش رو بهانه کرده نقطه تیبی رو پرداخته رفت. اگر یگون کس بیماری وزنی شود چی؟ مگر این رو بی‌مسئولیتی نمیگویند؟ من همین جویم، خواطر نشوید. درست. خیریت تو هستی. این خانم زلال نمیتونه در کجاست؟ خاله زلال هم به انقره رفتند. خیر. در انقره چیکار داشته است؟ به جستجوی برفین رفتند. گوش کن دیلا، مگر در انقره در یک شهری کلان برفین رو یافته میشود؟ توبه، نمیشود. اپا به خدا که در کجا بودنی دخترتون رو نمیدونم. رفتیم خانم، راه گردید. تو را گوش میکنم جعفر. با خدا که نمیدونم. اگر میدونستم البته میگفتم آقای کمیسر. ما رو مجبور نکن جعفر. خواهی نخواهی گپ میزنی.
میدونه که در آخر حقیقت معلوم میشود. بیاید دیگر رو خسته نکنین. با خدا که نمیدونم، نمیشناسم آقای کمیسر. آخر من این دختر رو حتی نمیشناسم. در راه خوردم، سرگردان بود. کسی رو نمیشناسم گفت. از دیه آمدم گفت. دلم به او سوخت. به دست قلابان نافتد گفته او رو به خانه آوردم. من از کجا دانم که او یکی از سلاح به دستان بوده است؟ یعنی دختر را در کوچه یافتی؟ یگان دروغی بهتری بافتن نتوانستی؟ یا این که مرا ابله گمان میکنی؟ تا گپ نزنی از اینجا نمیبرایی. با تشکیلات چه علاقه داری؟ مژده را به نزد چه آورد؟ او در کجا خودش را میترکاند؟ مژده در کجا پنهان شده است؟ همش را یک به یک گپ میزنی. فهمیدی؟ کنی سر کن. پول هم ندارم. مجبورم که اکنون در یگانجا کار کنم. در کجا بودن این دخترم رو فهمیدید آقای کمیسر؟ پرسشی ادامه دارد. هنوز به گم ندار آمده است. اما با فکرم در کجا بودنی برفین رو نمیداند. بیکس و تنها در این شهر چیکار میکنه؟ از گرسنگی میمیرم. مرحمت. من از روی اعلانی کار آمدم. با من بیایید. در اینجا انتظار شوید. یک روز حسابمون را برابر خواهیم کرد. قصاصی عزیزانم را از تو میگیرم. حاضر می آید. خوش آمدید. خوش باشید. من کار میکوبم. فهمه. شناسنامه، معلوماتنامه از جای زیست و باز دفترچه مهنتی اتان را باید بیارید. فهمیدم. من رفته حاضر میارم. مایلش. اویسته اویسته بیایید مادر جان. بیایید مادر جان. انا همینطور. استید مادر جان، بالشت رو مورم براحت تر می شود. تشکر دخترم. بیبی جان شما صحت شدید؟ بیبیت رو به حالش گذار. کنی به حجرت رو. خدایا توبه، باز چه گناه کردم؟ رو گفتم گپ زدن همون کی نیست. طاهر گفت که این رو باید نوشید مادر جان. از نظرم دف شو. مادر، طاهر در آشخانه است، میشنود. تو با کار من دخالت نکن. بیا. من تو بر این دختر ندارم. نهال مادر جان بس کنید طاهر. شما از حد گذراندید. با شما چی شد؟ به خود بیایید مادر جان. نهال جنجالتان بعد هوای خونی تبدیل یافت. چرا چی بودنش را با من نمیگویید؟ پسرم، این یک مسئله بین زن هاست، خودمون حل میکنیم. نهال نهال با کجا میروید؟ با مکتب. در این وقت در مکتب چی کار داری؟ در خانه نشستن نمیخواهم طاهر. بیزار شدم. تنها بودن میخواهم. ایست، آرام شو. از تو یک چیز میپرسم، جواب ده.
چرا تو رو اینقدر عذاب میدیم؟ برای یک شخص رو دوست داشتنم. او همون جوان است؟ نه اون نیست توهی. من شخصی رو دوست میدارم که نباید دوستش دارم. از کی رو دوست میداری؟ دخترم تو شناسنامه نداری؟ شناسنامه‌ام رو چیکار میکنه آقا؟ آخر من تنها کوسه و طبق میشه. نمیشود دخترم، نمیشود. التماس من گرسنه‌ام. نه وزده اومدم. نه پول دارم نه جای زیست. اقلا یک دو روز کار کنم وگرنه از گرسنگی میمیرم. نمیشود گفتم کو. مایل است. یک چند روز کار کن. خدا از شما روزی باشد آقا. بچه ها، عیبدار شونده ها جعفر، زهرا و عباس مژده را می شناسند، اما به کجا گریختنشان نمی دانند. مژده در انقره تنها یک شناس دارد. این شخص با لقب قره عارف تکین است. شنیدیم که قره به خارجه گریخته است. حالا دخترک فدایی خودش تنهاست. ما از نقشه و تحریزی آنها بیخبریم. نمیدانیم که بمب را کی و در کجا به کار می‌دارند. خلق عادی را از زیر ظلم آنها رها خواهیم کرد. در برابر این کارها ما نباید پاداش انتظار باشیم. باید تنها به خلق و وطن خدمت کنیم. رسم و آیین ملی و دینی ما که اما صلح و آسایش یک چرا نگاه کردم آمده؟ ببخشید آقا. بالا دانید و با تمام نازکی ها آنها را تشکیل نمایید. خودم اینطور باشد. در برابر این بین قوم ها و خانواده ها در فهم را جاری نمایید. زیرا آیله سرچشمه همخوانی و همبدی هاست. از این رو ما باید به همکاری مردم و حکومت کوشش نکنیم. برای عملی گشتن آن شرایط زیادتری را فراهم آوریم. جناب، در حقیقت موضوعهای روزمره را موردی بررسی قرار دادیم. پلیس یا خبری دارم. خوراک تیار است زیاد. من اشتها ندارم گناه. تو باز گریه کردی. دیگر چیکار کنم گناه؟ البته میگریم. گریه نکن، زیق نشو. پلیس البته دخترت رو مییابد. مییابد، اما در کدام ها؟ زنده یا مرده؟ این طرف نگو زیلال. دلم گواهی میدهد که یگان واقعه میشود. طرفخانه همین است. دقت جلب نکنید. خوب شده سردارم. شما با ما خبر دادید؟ بله. دختر در کجاست؟ در درون است. میل است. آن طرفش رو ما خودم میکنم. وای دختر کار نکنی، با دقت باش. با دقت باش. خوب شده است.
به این طرف رفت. برفی نیست. برفی نیستا. نیست برفین. اوگوری سردارم. زود به مرکز خبر رسان. منطقه را محاصره کنند. خوب شده سردارم. نهاد باز پول میخواهد. هیچ از پول سیر نمیشود و تکنون دیگر یک تنگم نمیدهند. رافع چی شده؟ چرا داد میزنی؟ هیچ چیز. از دیروز باز در خانه نیستی. خواطر شدم. در کجا بودی؟ دیگر در کجا میشدم؟ از پس کار و بارو چاروا. چی؟ به تو حسابات دهم؟ آرام شو رافع. به غضب نیا. به فکرم تو یگان مشکلی داری. بعد آمدن اون مکتوب تو خیلی تغییر یافتی. کنی رو از اینجا مرا گرنگ نکن. به این هم جانم در نوک بینیم. رب یگان چیز تیار کن. میلش حاضر تیار میکنم. بعد یک لحظه دسترخوان تیار میشود. به خدا که این بیناموس مرا نابود میکند. اگر پول را ندهم بدی همه آید. اگر به حامد گوید من مردم.
مرد رافع ده همون خیل مانده است خانم. تنها نوآوری همین که رئیس ده همون شعباز دستگاه برقداری رو تعمیر کرده به ده روشنی آورد، همون هم با کمک دکتر. شما چرا به ده برنگشتید؟ دیگر رفته نتوانستم، اما ده رو هیچگاه فراموش نکردم. همسرتون چی حال دارن؟ خیلی انسانی خوبند. انسانی خوب بود، اما در وقت تولد علی خدا جایشون رو جنت گرداند. نمیدونید؟ آمین. خدا جایش رو جنت گرداند. خواندنی تو رو آرزو داشتند. میدونم، من هم آرزوشون رو به عمل آوردم، روحشون رو شاد گرداندم. صبح بخیر. صبح بخیر خاله زینب. صبح بخیر خانم زیلو، بیایید. چی حال داری زینب؟ تشکر، خوبم. بیا زیلو بیا. نه، شما رو ناراحت کردن نمیخواهم. من به نزد طاهر آمدم. به مکتب به نزد خاله‌اش رفت. خیر، من روم. خدا شفا دهد. ایستا من هم میروم زیلو. زینب اگر یگان چیز لازم شد من رو جیغ زن. مایلش. خدا شفا دهد. تشکر خانم گنول، تشکر. آنها با تو دعوای خونی نداشتن مگر؟ داشتند. از روی شنیدم شوهرت یک سری حمید را کشته است. مناسبتتون خوب است. به فکرم دعوایتون به آخر رسیده است. دعوای خونین مثل مار است، پنهان میگردد. که زهر زدنش معلوم نیست و همش برادری حامید رافع گنهکار است. برفین زنی او نشوم گفته از دیه گریخت، به دستی سلاحداران افتاد. دختری بیچاره از مردن هم بدتر شد. و همش تو گناهکاری. آخر من چی گناه کردم؟ این هم دهی من گفته او رو با کار آوردی. 2 روز است که نمیتابد. اکنون ما چکار میکنیم؟ داد نزن، یگان کار میکنیم. چی خیلی یگان کار میکنیم؟ در اینجا چه گپ هست؟ همدهی او امروز به کار نبرآمد دوستا. این خدر کار را کی میکند؟ یگان کارگری نمیابیم. کنی از پی کارتان شوید. در همه جا من رو میگوبم. اکنون من به کجا روم؟ به فکرم اونها کارگر میگوبم. شاید من رو به کار گیرم. مگر در سخنان زنها رو به کار میگیرم؟ این خیلی نمیشود. غذای خوب گروی سلامتی است. اینک روغنی برکت که با تجهیزات نوین در بهترین کارگاه‌های استحصالی آماده می‌گردد پیشکشی خواهشمندان است. ترکیب غذاناک و صفتاً بالای این روغن لذت بخش همه طعام‌های ملی میباشد. روغنی برکت جوابگوی استانداردها بوده با نظرداشت طلبات استعمال کننده از نگاه غذای سالم آماده گشته است. روغنی برکت را در ظرف‌های گنجایشی گوناگون با نرخ دسترس در تمام مرکزهای سودای شهر دوشنبه و دیگر منطقه‌ها قرغن‌تپه، کلاب، رشت، ولایت سوخ، شهرهای خوجند، پنجکند و غیره خریداری نمایید. تلفن‌ها برای خریداری و همکاری‌ها 918 88 44 99 918 46 85 96 48 701 01 37.
дар маркази саломатии тибби ҷануб мутахассисони бо таҷриба аз ҳисоби ҳам занон ва ҳам мардон фаъолият менамоянд. дар ин марказ бо истифода аз таҷҳизоти гуногуни тиббӣ бемориҳои интишорбаландӣ, диабети қанд, ҷолға, астрихандроз, чӯраи сутунмурра, бодхӯрда, безуриётӣ, бемориҳои гуногуни пӯст, простатит, санги гурдаҳо, дарди меъда, қубот, илтиҳоби ғадуди зери меъда, дарди гулу, гаймарит, бронхити музмин, диқи нафас ва дигар маризиҳо табобат карда мешавад. нишонии мо маҳаллаи 46 кӯчаи ҷомеъ 9. телефонҳо барои таъмос 915 05 33 08 915 05 32 99. پیراهن تقدیر فیلم سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی به تاجیکی گردانده شد.